امروز میخوام 5 پرونده واقعی کارتل رو نشونت بدم. از مردی که با کره بادام زمینی تنبیه شد تا کشف 49 جسد کنار بزرگراه و ماجرایی که یک توپ فوتبال معمولی رو تبدیل کرد به ترسناکترین نشانه تو تاریخ کارتل ها. و آخرین داستانی که برات تعریف میکنم ویدیویی از جنایت کارتل هاست که وقتی در اینترنت پخش شد کابوس شب خیلی از مردم عادی شد. اولین ماجرا در یک صبح آرام و با نسیمی خفیف در مکزیکو سیتی شروع میشه. صبحی که قرار بود معمولی باشه، اما خیلی زود صدای فریادهای مردی که به یک تیر برق بسته شده بود همه چیز رو به هم زد. شاید این سوال پیش بیاد که چطور به این نقطه رسیده بود؟ چند هفته قبلتر اون مرد به ارتکاب جرمی سنگین و غیر قابل قبول علیه یک زن محلی متهم شده بود. خبر این حادثه به سرعت میان مردم پخش شد و همه اطرافیان و اهالی شهر رو خشمگین کرده بود، تا جایی که یک باند شناخته شده مکزیکی هم موضوع رو شنید. اعضای باند منتظر دادگاه و پلیس نموندند. اونا مرد رو پیدا کردند، از خونش بیرون کشیدند و در فضای باز به زمین انداختند. دستاشو محکم بستن تا نتونه تکون بخوره. بعد ظرفی کره بادام زمینی آوردن و روی بدنش مالیدن. مرد که اول فکر میکرد این کار فقط عجیبه، خیلی زود با دیدن 2 پیتبول درشت فهمید ماجرا جدی‌تر از چیزیه که تصور میکرد. مرد شروع به التماس کرد، اما صداش بین صدای پارس‌های سگ‌ها گم شد. در واقع نوعی تنبیه بود. وقتی ماجرا تموم شد، باند پیام خودش رو روشن منتقل کرده بود. اینکه انجام کارهای خلاف علیه افراد آسیب پذیر در آن منطقه بی پاسخ نمیماند. و اما داستان بعدی، کشف 49 جسد. در 12 می 2012 مردی تو شهر کادرتا خیمنز برای گرفتن یه نوشیدنی از خونه زد بیرون. شب آروم بود و هیچ چیز غیر عادی دیده نمیشد. اون موقعی که کنار بزرگراه قدم میزد چشش به چیزی افتاد که شبیه یه تنه درخت خشک بود، ولی محل نداد و رد شد. چند متر جلوتر دوباره یه چیز مشابه دید و یه بوی تند و زننده پیچید تو هوا. همین بو باعث شد یک لحظه وایسه. وقتی نزدیکتر شد و دقیقتر نگاه کرد، یک دفعه وحشت زده شد. اونا تکه چوب نبودن، اجساد انسانی بودن. تعدادشون 49 نفر بود، زن و مرد با آثاری که هویت‌هاشون رو تقریباً غیر قابل شناسایی کرده بود. بعضیا تو کیسه پر شده بودن، بقیه کنار جاده ول شده بودن. با طلوع آفتاب محل حادثه پر شد از پلیس. اونا کل صحنه رو ثبت کردن و کمی بعد فردی به اسم دانیل خصوص الساندرو رامیرز، معروف به اللوکو، به عنوان نفر اصلی ماجرا دستگیر شد. بعدش مقامات تایید کردند که این کار از طرف کارتل لوس زتاس بوده، حرکتی برای ارسال یه پیام وسط جنگی که برای کنترل مسیرهای قاچاق به آمریکا جریان داشت. جالب بود. حالا ماجرای توپ فوتبال که خیلی عجیبه. تو شهر لوس موچیس گزارش‌هایی رسید به پلیس که تو چند نقطه شهر کیسه‌هایی با لکه‌های قرمز ول شده. داخل هر کیسه بخشی از بدن یک فرد پر شده بود، ولی عجیب‌ترین کشف وقتی بود که یک خدمتکار شهرداری موقع تمیزکاری جلوی ساختمان اداری یک کیف ورزشی پیدا کرد. کیفو تکون داد و یک توپ فوتبال از داخلش افتاد بیرون. توپ که چرخید معلوم شد سطحش با پوست انسانی پوشیده شده و چهره یک مرد روی اون کشیده شده. کنار توپ یک یادداشت گذاشته بودند با جمله‌ای تهدیدآمیز درباره سال نو. قربانی مردی 36 ساله به اسم هوگو ارناندز بود که اشتباهی وارد محدوده کارتل سینالوا شده بود. اون هم وسط جنگ سنگینشون با کارتل رقیب. اونو بردن و بعدش بقیه اتفاقات به همین صورت تکرار شد. این حادثه فقط یکی از موارد بیشمار قربانی‌های بیگناه وسط درگیری‌های کارتل هاست. حتی خبرنگارا هم به خاطر خطر بالا کمتر سمت چنین گزارش‌هایی می‌رفتن. کارتل CGNG
یکی از خطرناکترین و قدرتمندترین کارتل‌های تاریخ مکزیک حساب میشه. مقابلشون گروهی شکل گرفت به اسم کارتل‌های متحد. مردی به نام گوست رایدر افتاد دست CJNG. لقبش رو به خاطر روش‌های خشونت‌آمیزی که قبلا انجام میداد بهش داده بودن، ولی حالا خودش اسیر بود و سرنوشتش قبل از شروع فیلمبرداری مشخص شده بود. اعضای کارتل برای تحقیرش از همون لقبش استفاده کردند و تصمیم گرفتن به دشمن پیام بدن. یک ماده اشتعالزا ریختن روی صورتش و آتیش زدنش. اون تا آخر تلاش میکرد زنده بمونه ولی نتیجه نداد. این ویدیو بعداً تو قسمت‌های تاریک اینترنت پخش شد و همیشه به عنوان نمونه مشخص افراط در خشونت کارتل‌ها ثبت موند. ماجرای آخر و تلخ‌ترین داستان به نام اتاق سفید. تو یک ویدیو که در اینترنت پخش شد، صحنه با مردی شروع میشه که به صندلی بسته شده و آثار آسیب‌های شدید روی بدنش دیده میشه. اولش انگار مرده بود، ولی بعد چند ثانیه یک حرکت شدید نشون داد. خیلی زود مشخص شد کارتل‌ها با مواد خاصی نگهش داشته بودن تا هوشیار بمونه. اتفاقی که بعدش میفته اونقدر وحشتناک هست که نمیتونن توی یوتیوب توضیحش بدن. برای همین به احترام زندگی این مرد و برای محافظت از سلامت ذهنی تو ازش عبور میکنن، چون بسیار بسیار دلخراش و آزاردهنده است. کمی بعد یک ویدیوی دیگه از همون اتاق منتشر شد که افراد حاضر در یک اتاق با سر قربانی بازی میکردن. و عجیب ترین نکته این بود که اعضای کارتل وسط انجام این کارها خیلی عادی رفتار میکردن. حرفهای معمولی میزدن و یک آهنگ شاد قدیمی پخش میشد. همین تضاد رفتار عادی و فضای سنگین صحنه ویدیو رو چند برابر ترسناکتر میکرد. دنیایی که امروز توی زندگی میکنیم به دست آدمای خوب ساخته شده، نه افراد ظالم. برای همین بهتر مردم با هم مهربون باشن و دنبال دیدن این ویدیوها نرن. اینم از داستانای امروز ما و امیدوارم خوشتون اومده باشه. روز خوبی داشته باشید.